روز دوم تمرین بزرگ رزم پهپادی با پرواز انواع پهپادهای شناسایی، رزمی و جنگالی آغاز شد. پهپادهایی نظیر ابابیل، مهاجر، کرار و کمان که کوچکترین جنبنده در آسمان را رصد می‌کنند. در ادامه تمرین بزرگ نوبت به شلیک انواع موشک‌ها از پهپادهای مختلف رسید. ویژگی پهپادها شامل موتور جت برای سرعت‌های بالا، استفاده از سامانه‌های موشکی هوا به هوا، هوا به سطح، بمب‌های دقیق و نقطه‌زن. در این تمرین طرح‌های ابتکاری از جمله پرواز و عملکرد پرنده بمب‌افکن عمود، پرواز و نیز پرتاب پهپاد ضد رادار آرش از محفظه قابل هم برای اولین بار مورد استفاده عملیاتی قرار گرفت و قدرت تحرک در حین اختفا و مقاومت در برابر جنگ الکترونیک را افزایش داد. این پهپادهای تسلیح شده هستند و می توانند در نقاط مختلف و به صورت گروهی مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرند. تمامی شلیک‌ها و پرواز پهپادها در مقابل دیدگان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش انجام شد. اولی دیده دوتای آرش مسلح. اینجا مرکز هدایت و کنترل این تمرین بزرگ هست. از منطقه عمومی تمرین در سمنان تا سواحل خلیج فارس و دریای عمان لحظه به لحظه مورد رصد واقع و این ظرفیت و توانمندی رو برای ما فراهم کرده است که بتونیم به صورت مستمر مرزهای خودمون رو مورد پایش قرار بدیم. سرلشکر باقری پیشرفت‌های ارتش در حوزه پهپادی را این گونه توصیف کرد. در مجموع پیشرفت مناسبی را امروز شاهد بودیم و انشالله توسعه بیشتری هم پیدا خواهد. فرمانده کل ارتش هم صحبت از قدرت بازدارنده ارتش کرد. اگر عرصه‌ای پیش بیاد و لازم باشه به خوبی میتواند پاسخ دندان شکن و پاسخ قاطع به دشمنان ما بدهد در دریا، زمین و هوا. در این تمرین بزرگ یگانهای مختلف ارتش آخرین دستاوردهای پهپادی خود را به نمایش گذاشتند. به طور نمونه فرمانده نیروی زمینی ارتش از پهپاد مهاجر 6 نقطه زن صحبت کرد. مهاجر 6 قابلیت پرواز بسیار بالا داره و فرمانده نیروی دریایی هم گفت که پهپاد عمود پرواز پلیکان چه ویژگی هایی دارد. بردش 1200 کیلومتر. فرمانده نیروی هوایی ارتش هم ساخت پهپاد کمان را بی‌نظیر دانست. تجهیزات هوشمند متعددی رو ما روی این پهپاد سوار کردیم. امیر صباحی فرد فرمانده پدافند هوایی ارتش گفت که تمامی تحرکات در آسمان کشور به دقت رصد میشه. احساس بکنیم شاید خطر ساز باشه با اون برخورد میکنیم و هیچ گونه مماشاتی هم نداشته بنخوریم. این پهپادها به دست متخصصان ارتش و وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است. ساخت و پرتاب این پهپادها این پیام رو برای دشمن داره که اقتدار دفاعی کشور بی‌نظیر است. روز در حال افزایش است. حسین یبای، خبرگزاری صدا و سیما.